آگاهی. یکی از مشکلاتی که والدین در ارتباط با تربیت فرزندان خود با آن مواجه می‌شوند، نحوه مدیریت بدرفتاری، پرخاشگری، لجبازی و نافرمانی آنهاست. این مشکلات در مراحلی از رشد کودک و نوجوان طبیعی است و اگر والدین چگونگی برخورد صحیح را با آنها بدانند، مشکل کاهش می‌یابد. در غیر این صورت شاهد بدرفتاری فرزندانمان هستیم. تماشای زیاد تلویزیون ممنوع. اگر کودک شما هر روز بیشتر از 2 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند، نیاز به برقراری ارتباط متقابل در او محو خواهد شد و کم کم قادر نخواهد بود با سایر افراد ارتباط برقرار کند. قلم و کاغذ را بردارید و فهرستی با عنوان فهرست رفتار کودک را تهیه کنید. می توانید از نمونه فهرست زیر استفاده کنید. 1. نقاط قوت کودک من چیست؟ 2. زمان خواب کودک من چقدر است؟ 3. رفتار او هنگام نوشتن تکالیف چگونه است؟ 4. دوستان صمیمی کودک من چه کسانی هستند؟ 5. دوست دارم چه رفتاری را در کودک تغییر دهم؟ 6. واکنش او هنگام عصبانیت چگونه است؟ 7. چه رفتارهای ناشایستی را انجام می دهد؟ 8. کودک من از انجام چه کارهایی لذت می برد؟ به دنیای کودک خود وارد شوید. یکی از مؤلفه‌های مهم بازی درمانی این است که سکان هدایت بازی را به دست کودک خود بسپارید. اما خود نیز نظاره‌گر و راهنما باشید تا نتیجه مطلوب و مورد نظر شما حاصل شود. هیچگاه در حین بازی با کودک به طور مستقیم امر و نهی نکنید. یکی از مهمترین اصول در فرایند ارتباط با کودک درک احساسات او است. والد آگاه باید بتواند احساسات کودک را از جمله غم، اندوه، خوشحالی، خشم و ترس را درک کند و با او ارتباط برقرار کند. به طور مثال به جای اینکه بگویید از چیزی ترسیدی، بگویید به نظر نگران هستی. شیوه گفتمان صحیح و مداخله به هنگام در فرایند ارتباط با کودک از مهمترین اصول فرزند پروری است. والد آگاه سعی در برقراری ارتباط منطقی و کامل بر اساس ویژگی‌های شخصیتی کودک خود می‌کند و همواره سعی می‌کند به شیوه مناسب و با کمک خود کودک راهکاری برای مشکل پیش آمده به دست آورد. بازی درمانی یکی از راهکارهای جامع و کاملی است که والد و کودک را از 2 نسل متفاوت به هم نزدیک می‌کند و سعی می‌کند دنیا را از دریچه نگاه کودک مشاهده کند و به شیوه حل مسئله راهکار بدهد. برای انجام بازی درمانی در اولین گام بهتر است زمان ثابتی را در طول شبانه روز تعیین کنید. به طور مثال روزی 1 ساعت بین ساعت 4 تا 5 عصر. گام دوم، تعیین مکان مناسب. جایی که برای انجام بازی انتخاب می شود باید از نگاه کودک مفرح و جذاب باشد تا کودک بتواند با محیط ارتباط برقرار کند و همکاری و همراهی لازم را داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که هرگز از جلسه بازی به جای تنبیه یا تشویق کودک استفاده نکنید. به عنوان والد آگاه و همراه سعی کنید همیشه نیمه پر لیوان را ببینید. فراموش نکنید که در روند کار با کودک احساس ناامیدی در والدین طبیعی است. پس بهتر است که احساسات خود را با یک دوست صمیمی یا مشاور در میان بگذارید تا اینکه این احساسات را به کودک منتقل کنید. سعی کنید پس از هر اشتباهی تدبیری بیاندیشید. مهم نیست که مرتکب اشتباه شده اید، بلکه مهم این است که بتوانید شرایط را مدیریت کنید و تدبیر مناسب شرایط پیش آمده را اتخاذ کنید. تشویق و تنبیه. تشویق به معنای به شوق آوردن، کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن است. نیاز به تشویق از تمایلات فطری هر انسان است که تا پایان عمر در او باقی می‌ماند.
این خطاست که تصور کنیم شخص از آن جهت که بزرگ شده است و خوب و بد را می‌فهمد احتیاج به تشویق ندارد. زیرا بسیاری از تلاش‌ها و رقابت‌های بزرگسالان به منظور به دست آوردن تشویق و تحسین دیگران است. تشویق کودکان و تقویت رفتار مناسب با استفاده از یک سیستم پاداشدهی به عنوان یک روش تربیتی استفاده می‌شود. در واقع پاداشدهی یک نوع تقویت مثبت است. در استفاده از نوع و شیوه تشویق باید به سن و درک کودک توجه کرد. کودک با تحسین و تشویق در صدد اصلاح ناسازگاری‌ها و نقاط منفی اخلاقی خود برمی آید و بسیاری از شیوه‌های غلط رفتاری خود را اصلاح می‌کند. پاداش دادن به کودک صرفاً کالا یا وسیله نیست و نباید به بازدهی بیانجامد. تشویق نادرست به اندازه روش‌های غلط تربیتی می‌تواند به کودک آسیب برساند. انواع روش‌های تشویق و پاداش کودکان. به طور کلی می‌توان کودکان را به 3 طریق تشویق کرد. 1. پاداش احساسی و فیزیکی. یکی از انواع تشویق کودکان تشویق احساسی است. تشویق کودک به روش احساسی در وی اعتماد به نفس و آرامش را ایجاد نموده و یکی از مؤثرترین روش‌های تشویقی است. از جمله روش‌های تشویق احساسی می‌توان به در آغوش گرفتن کودک، لبخند زدن، نوازش کردن، بوسیدن و تماس چشمی اشاره کرد. در آغوش گرفتن کودک و لمس پوست کودک باعث می‌شود سیستم ایمنی کودک تقویت شود و استرس و اضطراب وی کاهش یابد. بغل کردن به خصوص در کودکان و نوزادان بسیار مهم و حیاتی است. یک نوزاد در وهله اول والدینش را به وسیله لمس تشخیص می‌دهد. ابراز علاقه و بغل کردن اندروفین و سروتونین را به داخل رگ‌های خونی آزاد می‌کند. اندروفین و سروتونین آزاد شده باعث لذت و خنثی کردن درد و ناراحتی و کاهش استرس شده و خلق و خو را بهتر می‌کند. 2. پاداش کلامی. پاداش کلامی تحسین، تمجید و تشویق رفتار کودک با گفتار و زبان است. پاداش کلامی جزو مهمترین تشویق‌ها و پاداش‌ها به کودکان است. کودکان در هر سنی نیاز به شنیدن تعریف دیگران دارند. تشویق کلامی باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کودک شده و باعث ایجاد حس مفید بودن و ارزشمندی در او می شود. در پاداش کلامی باید به رفتاری که کودک انجام داده است اشاره و آن را توصیف کرد. در این شیوه کودک کاملا متوجه کار صحیحی که انجام داده می شود و سعی می کند آن عمل را تقویت و تکرار کند. سعی کنید تشویق کلامی را با هیجان و احساس بیان کنید. برای تشویق کلامی از جملات جدید و خلاقانه‌ای استفاده کنید تا کودک به وجد آمده و باعث تداوم رفتار مثبت کودک شود. و همچنین به این نکته توجه کنید که در حین تشویق حالت چهره و صدای شما باید با عملی که انجام می دهید متناسب باشد. برای مثال می توانید بگویید آفرین پسرم، چقدر زیبا و خوشخط مشق‌هایت را نوشتی، یا چقدر خوب که اتاقت را با سلیقه و زیبا چیدی. 3. پاداش فعالیتی. پاداش فعالیتی فعالیت‌هایی هستند که انجام آن برای کودک لذت بخش می باشد. این نوع پاداش علاوه بر جنبه تشویقی که دارد باعث بهبود روابط کودک و والد نیز می شود و صمیمیت و تعامل را بیشتر می کند. در خصوص این پاداش می توانید نظر کودک را جویا شوید و فهرستی از فعالیت‌های مورد نظر را آماده کنید تا او بتواند در هنگام ضرورت یکی از آنها را انتخاب کند. یادتان باشد که از این فعالیت‌ها فقط به منظور تشویق و خوشحالی کودک استفاده کنید، نه به منظور آموزش و ادب کردن. بنابراین در حین انجام این فعالیت‌ها دستور ندهید، ایراد نگیرید و با هیجان و احساس مثبت با او همراه شوید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به بازی کردن با کودک، پارک رفتن، داستان خواندن و غیره اشاره کرد.
حتما در کنار پاداش فعالیتی، تحسین را هم چاشنی کار خود و کودک کنید تا اعتماد به نفس کودکتان تقویت شود. نکاتی که باید در تشویق کودکان در نظر گرفت. 1. فاصله زمانی بین تشویق کودکان با رفتار مناسب باید در کوتاه‌ترین زمان باشد. 2. علت تشویق باید برای کودک مشخص شود. 3. تشویق باید هر چند وقت یک بار و در برابر کارهای برجسته کودک باشد، نه به صورت همیشگی و برای هر کاری. 4. تشویق نباید از حد اعتدال تجاوز کند، زیرا ممکن است کودک را به خودبینی و خودستایی گرفتار کند. 5. استفاده صحیح از جدول تشویقی. تنبیه به معنای اصلاح کردن و آگاه کردن می باشد و یکی از روش‌های تربیتی برای تغییر رفتار است که در واقع برای کاهش یا حذف یک رفتار بعد از آن استفاده می شود. تحقیقات نشان داده که تنبیه نه تنها در اغلب موارد در کاهش رفتار نامطلوب مؤثر نیست، بلکه آثار منفی زیادی نیز به دنبال دارد. از جمله روش‌های نادرست در تنبیه کودکان تهدید کردن است. تهدید تنها باعث ایجاد استرس و بیقراری کودک می شود و به هیچ وجه عمل تربیتی محسوب نمی شود و به اصلاح رفتار کودک نمی انجامد. یکی دیگر از روش‌های نادرست در تنبیه کودکان فریاد زدن است که باعث ایجاد ترس و عدم امنیت نسبت به والدین می شود و عوارض جسمانی مانند بی‌اشتهایی، شب‌ادراری و اختلالات خواب را در پی دارد. تنبیه به روش کتک زدن بدترین شیوه تربیتی است که به کودک نشان می‌دهد که حل مشکلات از طریق کتک زدن کاری خوب است و کودک به این نتیجه می‌رسد که اگر تو بزرگتری، با زدن کوچکترها می‌توانی به نتیجه برسی. به جای شیوه‌های غلط تنبیه می‌توان به شیوه‌های درست و مناسب اشاره کرد. از جمله 1. هشدار کلامی. در این شیوه بهتر است ارتباط چشمی برقرار کنید و به آرامی و با جدیت برای او توضیح دهید که اشتباه کار او کجاست. این عمل به فرزند شما فرصت اصلاح و تصحیح رفتارش را می دهد. 2. از دست دادن امتیاز. در صورتی که کودک به هشدار کلامی توجه نکرد، میتوان یکی از ستاره ها را از جدول امتیاز حذف کرد یا اینکه برای مدتی مشخص او را از بازی با وسیله‌ای که دوستش دارد محروم کرد. نکته مهم در این عمل قاطعیت والدین است که در مواجهه با گریه یا خشم کودک نباید کنترل خود را از دست دهند و یا اینکه از تنبیه کودک منصرف شوند. 3. پرت کردن حواس. یکی از بهترین روش‌ها پرت کردن حواس کودکان است. مخصوصاً برای کودکان زیر 3 سال شیوه مناسبی است. والدین می توانند در صورت مشاهده رفتار اشتباه کودک حواس او را پرت کنند و او را از موقعیت نامناسب دور کنند. 4. سکوت و دور کردن. در ابتدا والدین باید دلیل کار خود را توضیح دهند و بعد کودک را با توجه به سن او مدت معینی در جایی بدون وسایل سرگرمی قرار دهند. برای مثال کودک 6 ساله 6 دقیقه باید داخل اتاق باشد، اما به هیچ وجه در اتاق نباید بسته باشد. نکته حائز اهمیت این است که اتاقی که انتخاب می شود باید فاقد وسایل بازی و تفریح باشد. استفاده مداوم از تنبیه در طولانی مدت حتی اگر به درستی اعمال شود، آثار مفید آن را از بین میبرد و باعث ایجاد هیجانات نامطلوب مثل ترس، اضطراب، استرس و خشم در کودک می شود. پس قبل از اینکه کودک را تنبیه کنیم، باید ریشه تخلف را کشف کنیم و به رفع آن اقدام نماییم. یکی از روش‌های مناسب تقویت رفتار در مقابل تنبیه کردن کودک این است که رفتار مناسب را تقویت کنیم. مثلا کودکی که شیطنت می‌کند به محض بروز کوچکترین رفتار مناسب او را تشویق کنیم. جدول تشویقی. استفاده از جدول تشویقی یکی از راه‌هایی است که رفتار کودک را به وضوح و سادگی نمایش می‌دهد. برای راحتی استفاده از جدول بهتر است که ساده و آسان طراحی شود. این جدول را میتوان از سن 3 سالگی برای کودکان استفاده کرد.
برای کودکان 3 تا 4 ساله 5 خانه، برای کودکان 4 تا 5 ساله 10 خانه و برای کودک 5 سال به بالا 10 خانه یا بیشتر در نظر گرفته می شود. بچه‌های پرتحرک صبر و تحمل کمتری دارند و به همین دلیل بهتر است برای آنها خانه‌های کمتری در نظر بگیرید. بهتر است ستاره‌ها در دسترس کودک نباشد، اما می توانید زمان چسباندن ستاره‌ها این کار را به کودک محول کنید. شما در کنار هر فعالیتی که در جدول می‌نویسید از کودک بخواهید نقاشی آن را نیز داخل جدول ترسیم کند. برای تثبیت رفتارهای مثبت کودک بهتر است در جدول بیش از 3 رفتار ننویسید و هنگامی که آن رفتارها به عادت تبدیل شد از جدول حذفشان کنید و رفتارهای جدیدی را جایگزین کنید. این جدول باعث درونی شدن رفتارهای کودک و تبدیل شدن به عادت مثبت می شود و شخصیت کودک را می سازد و همچنین باعث می شود کودک با مفاهیمی از جمله صبر و بردباری و تلاش آشنا شود و برای رسیدن به خواسته هایش تلاش کند و صبر داشته باشد. به کمک کودک مقوایی را انتخاب کرده و جدولی طراحی کنید. کارهایی را که فکر می‌کنید نیاز دارد در وجود کودک نهادینه شود، با همفکری و مشورت با کودک در ستون سمت راست جدول یادداشت کنید و روبروی آن فضایی را برای چسباندن ستاره‌ها در نظر بگیرید. هر رفتار درست می‌تواند با یک ستاره پاداش داده شود. پس با او قرارداد ببندید که هر 3 ستاره یک جایزه دارد. در ابتدای امر استفاده از این جدول به تعداد کمی ستاره دریافتی جایزه می دهیم و کم کم تعداد ستاره ها را بیشتر می کنیم تا این رفتار کم کم به صورت عادت در بیاید. بنابراین طی این فرایند کودک تعهد به وظایف، قانونمندی، مدیریت و رفتار سالم را آموزش می بیند. لازم است که در تمام این مسیر هیچ گونه استثناء و یا بخششی برای کودک قائل نشوید و کاملا قاطعانه برخورد کنید و از این ابزار به عنوان تهدید استفاده نکنید. توجه داشته باشید که کودک با خواهش، التماس، گریه و لوس کردن نباید از شما برچسب بگیرد و برچسب فقط بر مبنای اجرای قوانین به کودک تعلق می‌گیرد. برای آنکه کودک از نوع جایزه خود مطلع باشد، باید لیست جوایز را همراه کودک آماده کنید. برای این کار می توانید نظر کودک را درباره جایزه‌های مورد علاقش بپرسید و یادداشت کنید و تعدادی جایزه هم شما پیشنهاد دهید. با توجه به انواع پاداش‌هایی که توضیح داده شد، جوایز می توانند به صورت مادی یا فعالیتی باشند. هرچه جایزه‌ای که کودک انتخاب کرده گران قیمت تر باشد، برای دریافت آن جایزه نیاز به ستاره‌های بیشتری است. تنفس دیافراگمی. تنفس دیافراگمی یک نوع تمرین تنفس است که به قوی شدن دیافراگم کمک می کند. دیافراگم ماهیچه‌ای است که نقش حیاتی در تنفس ما دارد. این نوع تنفس فوایدی دارد که تمام بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. تنفس دیافراگمی پایه تقریباً همه روش‌های ذهن آگاهی و مراقبه است و می‌تواند سطح استرس و فشار خون را پایین بیاورد و فرآیندهای جسمی مهم را تنظیم کند. شما ممکن نیست کتابی در زمینه تمرکز حواس و آرامش ذهن پیدا کنید که در آن فصلی به تنفس درست اختصاص داده نشده باشد. در مقدمه گلستان سعدی نیز اولین نعمت خداوندی که سپاس گفته شده تنفس است. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. فواید تنفس دیافراگمی. 1. این نوع تنفس پایه مدیتیشن و ذهن آگاهی است و به بهبود علائم بیماری‌هایی مانند سندرم روده تحریک پذیر، افسردگی و اضطراب و بیخوابی کمک می‌کند. 2. به شما کمک می‌کند آرام بگیرید و اثرات مخرب هورمون کورتیزول بر بدن را کاهش می‌دهد. 3. ضربان قلب و فشار خون را کاهش می‌دهد. 4. کمک می‌کند علائم اختلال اضطراب پس از سانحه را کنترل کنید. 5. ثبات عضلانی شما را بهبود می‌دهد. 6. به بدن کمک می‌کند بتواند از پس ورزش‌های سنگین بر بیاید. 7. ریسک آسیب ماهیچه‌ای را کاهش می‌دهد. 8.
نرخ تنفس شما را کاهش می دهد و در نتیجه انرژی کمتری مصرف می کنید. 9. یکی از مزایای بزرگ تنفس شکمی کاهش استرس است. 10. استرس بلند مدت حتی اگر ساده و کوچک به نظر برسد، مثلا ماندن در ترافیک یا دعوا با عزیزان، می تواند به اضطراب و افسردگی منجر شود. بنابراین تمرین تنفس دیافراگمی این عوارض استرس را کاهش می دهد. 11. تمرینات تنفسی از جمله تنفس دیافراگمی کمک می‌کنند تا شما هوا را به درستی از شش‌های خود خارج کنید و در نتیجه دیافراگم قوی‌تر می‌شود و سطح اکسیژن خون بالا می‌رود. دستورالعمل تنفس دیافراگمی. ساده ترین نوع تنفس دیافراگمی با دم از راه بینی و بازدم از راه دهان اتفاق می‌افتد. در یک وضعیت راحت بنشینید یا روی زمین یا تخت خود یا هر سطح صاف و راحت دیگری دراز بکشید. شانه‌های خود را آزاد و رها کنید. یک دست خود را روی شکم و دست دیگر خود را روی قفسه سینه خود قرار دهید. به مدت حدود 2 ثانیه هوا را وارد بینی خود کنید و عبور هوا از بینی خود و بزرگ شدن شکم خود را حس کنید. در این نوع تنفس اطمینان حاصل کنید که شکم شما رو به جلو می آید، در حالی که قفسه سینه تقریباً ثابت است. لب‌های خود را شبیه زمانی که می خواهید با نی چیزی بنوشید جمع کنید. کمی شکم خود را فشار دهید و به مدت 2 ثانیه هوا را از دهان خود بیرون بدهید. این گام‌ها را برای بهترین نتیجه چندین بار تکرار کنید. یادتان باشد که عمل دم باید از طریق بینی انجام گیرد و عمل بازدم از طریق دهان باشد و تنفس به آرامی انجام شود. تمرینات تنفسی برای کودکان و نوجوانان فواید زیر را دارد. 1. آرامش بدن. 2. تمرکز مجدد ذهن. 3. کاهش استرس و اضطراب. 4. کاهش ضربان قلب. 5. افزایش سطح اکسیژن بدن که می تواند اثرات آرام بخشی داشته باشد. تنفس عمیق و عمدی می تواند فرد را از نظر جسمی و روحی آرام کند. انواع تمرینات تنفسی برای کودکان. انواع مختلفی از تمرینات تنفسی وجود دارد که می تواند بچه‌ها را به تنفس عمیق ترغیب کند. این راهی سریع برای آرام کردن خود در لحظه است. نمونه‌هایی از تمرینات تنفسی برای کودکان شامل تنفس با پر، تنفس با بادکنک، تنفس حبابی یا شمارش تنفس است. آموزش تنفس شکمی به کودک. از کودک بخواهید که به طور عادی نفس بکشد و به احساس خود در آن لحظه توجه کند. از او بخواهید یک دست خود را روی شکم خود و یک دست را روی بالای سینه خود قرار دهد. به کودک بگویید که از طریق بینی نفس عمیق بکشد و ریه‌هایش را از هوا به سمت پایین به طرف شکم پر کند. باید وقتی شکم آنها به سمت بالا می رود متوجه بالا آمدن دست پایینی خود شوند. سپس به کودک بگویید که به آرامی از طریق دهان خود نفس خود را به بیرون بفرستد. برای تشویق کودک به انجام بازدم آهسته می توانید از کودک بخواهید که دستش را روی دهانش بگیرد تا نفسش را احساس کند یا حتی با بازدم خود صدا ایجاد کند. پس از چند بار تنفس عمیق شکمی از کودک بپرسید که چه احساسی دارد و آیا متوجه تفاوت آنها می شود یا خیر. اگر دست کودک روی سینه او تنها دستی است که هنگام تنفس به بالا و پایین حرکت می کند، او را تشویق کنید تا بر حرکت عمیق‌تر هوا در شکم تمرکز کند. از آنجا که کودک در حال یادگیری تنفس شکمی است، بهتر است در هنگام تمرین تنفس به پشت دراز بکشد. به جای دست می توانید یک شی مانند یک اسباب بازی کوچک یا کتاب را روی شکم آنها قرار دهید و از آنها بخواهید تا هنگام نفس کشیدن شی را بالا و پایین کنند. یکی از مهمترین نکاتی که هنگام آموزش تنفس شکمی باید به آن توجه داشته باشید، انجام تمرین در زمانی است که کودک آرام است.
با تمرین کردن در زمانی که کودک احساس خوبی دارد، او قادر می شود که از این مهارت در مواقع استرس یا اضطراب استفاده نماید. متخصصان تمرین شبانه قبل از خواب را توصیه می کنند و بر این باورند که این روش می تواند به یک روتین شبانه تبدیل شود که به کودک برای خواب بهتر کمک نماید. مهارت کنترل هیجان. مهارت کنترل هیجان یعنی آگاهی، مشاهده و ابراز هیجان. اگر کودکان احساسات خود را به درستی کنترل کنند، می توانند با هر موقعیتی کنار آمده و با مشکلات مقابله کنند. اعتماد به نفس. اعتماد به نفس به معنی اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان است و از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می شود. این باور منجر می شود که افراد بتوانند مسائل و مشکلات پیش روی خود را با قدرت بیشتری حل و فصل کنند و در ارتباط با دیگران به موفقیت بیشتری دست یابند. شکلگیری اعتماد به نفس به تدریج از دوران کودکی در حدود 3 تا 5 سالگی شروع می شود. این زمان واکنش‌های والدین و مراقبان در شکلگیری اعتماد به نفس بسیار مهم و تأثیرگذار است. احساس مثبتی که هر کودک می‌تواند نسبت به خود داشته باشد، یکی از زیباترین هدایای والدین به فرزندان در تمام طول زندگی است. کودکان از همان سنین کم و ابتدایی زندگی خواستار استقلال و آزادی هستند و دوست دارند به خود متکی باشند. زمانی که کودک پس از تلاش‌های پی در پی و ناموفق قادر به بردن قاشق به دهان می شود، حس توانستن را تجربه می کند و این از اولین گام‌ها برای کسب استقلال و شروع شکلگیری اعتماد به نفس و خودباوری در کودکان است. فرصت انتخاب و تصمیم گیری برای کودکان کلیدی اساسی برای اعتماد به نفس است. این موضوع به آنها اجازه می دهد که احساس قدرت کنند و بتوانند در شرایط و مراحل مختلف زندگی با مشکلات و چالش‌های جدید روبرو شوند و به خوبی آن را مدیریت کنند. عکس‌العمل مناسب والدین در تقویت و ایجاد اعتماد به نفس کودکان نقش کلیدی دارد و باید تلاش کرد تا در کوچکترین نهاد اجتماعی که همان خانواده است، زمینه‌های لازم و ضروری تقویت اعتماد به نفس کودکان خود را فراهم کنیم. والدین می توانند برای رشد و تقویت اعتماد به نفس کودکان روش‌هایی را به کار گیرند که در ادامه به این موضوع می پردازیم. ریشه شکلگیری اعتماد به نفس از 18 ماهگی تا 3 سالگی است و والدین آگاه می توانند نقش اساسی در شکلگیری آن را داشته باشند. در ابتدا والدین باید از 3 مرحله رشد کودک آگاه باشند. 1. آگاهی از آهنگ رشد کودک. 2. نیازهای اساسی هر مرحله از رشد کودک. 3. سیگنال ها و علائمی که کودک برای نیاز به استقلال به والدین نشان می دهد. مثلا نیاز به استقلال در غذا خوردن. کودکانی که در خانواده های کمالگرا و مستبد رشد می کنند فاقد اعتماد به نفس می شوند. چون والد تمام رفتار و حرکات کودک را نقد می کند و تشویق در این خانواده ها به نسبت تنبیه بسیار کمتر است. کودکی که برای انجام کارها استقلال دارد و خانواده از او حمایت می کنند، چالش پذیر شده و از روبرو شدن با مسائل و مشکلات جدید نمی ترسد. برای تقویت اعتماد به نفس کودک، اولین گام این است که کودکتان را همان گونه که هست دوست داشته باشید. فرزند شما نیاز به احساس پذیرش و دوست داشتن دارد. عشق بدون قید و شرط پایه قوی برای اعتماد به نفس ایجاد می کند. همواره سعی کنید فرزندتان را ستایش و تشویق کنید، اما یادتان باشد که در ستایش کردن واقع بینانه عمل کنید. اگر کودکی در کاری موفق نمی شود یا هیچ استعدادی را در مهارت خاصی نشان نمی دهد، تلاش او را ستایش کنید، نه نتایج غیر واقعی را. دومین گام این است که به کودک قدرت انتخاب بدهید. فرصت انتخاب و تصمیم گیری برای کودکان کلیدی اساسی برای اعتماد به نفس است. این موضوع به آنها اجازه می دهد که احساس قدرت کنند. بچه‌هایی که به خودشان اطمینان دارند، مایل به انجام کارهای جدید بدون ترس از شکست هستند. شرایطی را ایجاد کنید که کودک بتواند کارهای خود را انجام دهد و مطمئن شوید که وضعیت امن است.
گام سوم. گام سوم این است که برای اینکه کودک بتواند تصویر درستی از خود داشته باشد، باید به خودآگاهی برسد. این مهارت به فرد کمک می کند تا شناخت بهتری نسبت به خود، خصوصیات، نقاط قوت و ضعف، احساسات و هویت خود داشته باشد و بتواند آگاهانه برای رشد شخصیت خود قدم بردارد. از دستاوردهای خودآگاهی، اعتماد به نفس و عزت نفس است. برای این کار با کمک کودک خود 2 جعبه کوچک بردارید و آن را تزیین کنید. ابتدا با کودک روی کاغذهای رنگی ویژگی‌های مثبت کودک را می‌نویسیم و داخل جعبه توانایی‌ها قرار می‌دهیم. بعد با راهنمایی و همکاری کودک 1 یا 2 تا از ناتوانایی‌هایی که کودک دوست دارد برای رفع آن ناتوانی تلاش کند را می‌نویسیم و داخل جعبه تلاش می‌کنم قرار می‌دهیم. از کودک می‌خواهیم که برای رفع این ناتوانی راهکار بدهد و به مرور و پله پله سعی می‌کنیم تا کودک را هدایت کنیم تا بتواند بر مشکل خود غلبه کند و آن را تبدیل به توانایی کند. یکی از راه‌های خودشناسی در کودکان این است که از کودک بخواهید علایق خود را بازگو کند. برای این کار می توانید از کارت‌های رنگی استفاده کنید و علایق کودک مثل غذای مورد علاقه، ورزش مورد علاقه، رنگ، اسباب بازی، حیوان و تفریح و درس مورد علاقه خود را روی کارت‌های جداگانه بنویسد و تصویر متناسب با آن را گوشه‌ای از برگه نقاشی کند. با این کار کودک خود و علایق خود را بهتر می‌شناسد و شناخت بهتری نسبت به خود پیدا می‌کند. وقتی کودکان خودشان را بهتر می‌شناسند و درک می‌کنند، بالا رفتن عزت نفس در آنها راحت‌تر اتفاق می‌افتد. این امر برای ارتباط برقرار کردن کودکان با همسالان و دوستیابی نقش بسزایی دارد. کودکانی که خودآگاهی بالاتری دارند، بهتر بر کارهای خود نظارت می‌کنند. این بدان معناست که آنها می‌توانند برنامه‌های خود را دنبال کنند. روانشناسان به دلیل نقش بسیار مؤثر خودآگاهی در یافتن معنا از تجربیات زندگی، این مهارت را یکی از جنبه‌های مهم رشد انسان می‌دانند. این همان مهارتی است که به افراد در یافتن شغل و فعالیت‌های مورد علاقه خود و همچنین دوستیابی کمک می‌کند. برای کودک خود شفاف‌سازی کنید که هیچ کس فوق‌العاده نیست. کودکان برای خودآگاهی نیاز دارند تا شباهت‌ها و تفاوت‌های خود را با دیگران کشف کنند. کودک باید متوجه این موضوع باشد که هر فرد شخصیت منحصر به فردی دارد. مانند اثر انگشت هر فرد که منحصر به فرد است، شخصیت او نیز با دیگران متفاوت است. برای آشنایی با این موضوع میتوان از کودک خواست تا ویژگی‌های مثبت و منفی دوستش یا یکی از اعضای خانواده را بازگو کند و با ویژگی‌های خود مقایسه کند. یکی دیگر از روش‌ها این است که از کودک بخواهیم ویژگی‌ها و مزیت‌های هر عضوی از بدن را توضیح دهد و بگوید هر کدام از اعضای بدن چه نقش و فایده‌ای دارد. یکی دیگر از روش‌های شناخت ویژگی‌های منحصر به فرد هر فرد و شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های افراد این است که یک صندلی جادویی در نظر بگیریم و از اعضای خانواده بخواهید که به نوبت روی صندلی نشسته و ویژگی‌های ظاهری و باطنی مثبت و منفی خود را بازگو کنند و در مرحله بعد فرد ساکت روی صندلی می‌نشیند و دیگران ویژگی‌های مثبت او را به او بازخورد می‌دهند. مسئولیت پذیری. از کودکتان بخواهید در کارها به شما کمک کند و مسئولیت‌هایی هر چند کوچک را به او بدهید تا بتواند توانایی‌هایش را مورد آزمایش قرار دهد و خود را بهتر بشناسد. اجازه دهید کودکان موقعیت‌ها و شرایط جدید را تجربه کنند و شما به عنوان ناظر و رهبر از دور او را تحت نظر داشته باشید. دوستیابی. دوستیابی یکی از مهارت‌هایی است که وابسته به اعتماد به نفس و خودآگاهی است. کودکی که دارای اعتماد به نفس است می‌تواند در این مهارت به موفقیت برسد و بدون ترس و استرس با دیگران ارتباط برقرار کند و هر فرد را با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودش بپذیرد.
برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان از روش ایفای نقش میتوان استفاده کرد. با کودک خود در منزل بازی ایفای نقش انجام دهید و خود را در نقش دوست جدید کودک نشان دهید و موقعیت و شرایط مختلف و متفاوت را با او به نمایش بگذارید. یکی دیگر از روش‌ها استفاده از تکنیک قصه درمانی در قالب عروسک‌های انگشتی است. می توانید یک عروسک به کودک بدهید و یکی یا دو عروسک هم خودتان داشته باشید و شروع به بازی کنید. یکی دیگر از تکنیک‌ها این است که از کودک بخواهید ویژگی‌های یک دوست خوب را بگوید و شما آن را یادداشت کنید و کودک برای آن نقاشی بکشد و راهکارهایی را برای حفظ دوستی و دوستیابی ارائه کند. لجبازی یعنی پافشاری روی نظرات و عقاید خود و مخالفت با نظرات و عقاید دیگران است. از جمله مهمترین مشخصه‌های اختلال لجبازی و نافرمانی این است که 4 مورد از موارد زیر به مدت 6 ماه حداقل دوام یابد. 1. اغلب از کوره در می روند. 2. با بزرگسال مشاجره می کنند. 3. اغلب از انجام خواسته ها و رعایت قوانین بزرگسالان سرپیچی می کنند. 4. به طور عمد موجب ناراحتی دیگران می شوند. 5. از کلمات مستهجن استفاده می کنند. 6. دیگران را برای بدرفتاری خود سرزنش می کنند. 7. حساس و زودرنج هستند. 8. اغلب خشمگین و اوقات تلخ هستند. 9. اغلب کینه‌توز و انتقامجو هستند. از مهمترین عواملی که در بروز لجبازی کودکان تأثیر دارد میتوان به عوامل ژنتیکی، مصرف دارو، مبتلا بودن به بیماری خاص، خستگی، گرسنگی، تشنگی، کمخوابی و یا ابتلا به اختلال ADHD اشاره کرد. عوامل محیطی و روانی نیز ممکن است در بروز لجبازی کودکان نقش داشته باشد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1. آگاه نبودن از رفتار درست یا نادرست خود. 2. داشتن والدین حساس و کمالگرا. 3. کمبود محبت به کودک. 4. وابستگی شدید کودک به دیگران. 5. عدم وجود قوانین در خانواده. از آنجایی که این کودکان مهارت کلامی پایینی برای ابراز احساسات و افکار خود دارند، اغلب نارضایتی خود را از عوامل محیطی به شکل افسردگی، ناامیدی، غم و اندوه و یا تحریک پذیری و حساسیت بیش از حد به انتقاد و پرخاشگری کلامی و فیزیکی نشان می‌دهند. این کودکان اغلب پرتوقع هستند و پس از مدتی هیچ چیز آنها را راضی نمی کند. والدینی که اصول فرزندپروری و چگونگی رفتار با این کودکان را آموزش ندیده‌اند، اغلب با مشکلات زیادی مواجه می شوند و باعث تشدید لجبازی در این کودکان می شوند. والدین ناآگاه به جای تشویق و استفاده از روش‌های تربیتی مناسب بیشتر دستور می‌دهند، سرزنشگر هستند و قضاوت می‌کنند. همین عوامل باعث تشدید لجبازی در این کودکان می‌شود. یکی از روش‌های مناسب جهت از بین بردن لجبازی در کودکان تعامل مثبت است. در این روش به رفتارهای خوب کودک هنگام بازی توجه می‌شود. در تعامل مثبت 3 نکته را باید در نظر گرفت. 1. صرف زمان با کیفیت با کودک. 2. ارتباط کلامی خوب و مناسب. 3. همراه کردن محبت فیزیکی در تعامل. در تعامل مثبت تمام توجه والدین باید به فرزندشان باشد. والد با کمک و همکاری کودک فهرستی از فعالیت‌های مورد علاقه او را می‌نویسد. در مرحله بعد ساعت و زمان مشخصی را برای انجام فعالیت با کودک در نظر می‌گیرد.
قواعد و قوانین بازی با کمک کودک طرح‌ریزی می شود و والد و کودک موظف به رعایت قوانین هستند و در طول و پایان بازی والد علاوه بر بازخوردهای مثبت از تماس چشمی و فیزیکی برای افزایش حس خوب و انگیزه دادن به کودک استفاده می کند. والدین آگاه 3 مهارت اصلی برقراری ارتباط شامل گوش دادن، بیان کردن، حل مشکلات مشترک را در روابط خود با کودک در نظر می‌گیرند. گوش کردن یکی از مهارت‌های بنیادی برای ایجاد و حفظ ارتباط با فرزندتان است. اگر شنونده خوبی باشید، خیلی زود متوجه می‌شوید که فرزندتان به سوی شما کشیده می‌شود. سعی کنید در طول شبانه روز زمانی خاص را برای گفتگو با کودک در مورد مسائل مورد علاقه او اختصاص دهید. گفتگو و گوش کردن به کودک لذت مصاحبه و همدلی را در کودک تقویت می کند. هنگامی که با فرزندتان گفتگو می کنید، سعی کنید خود را از تله‌های ارتباطی مثل پند و اندرز دادن، قضاوت کردن، دلجویی کردن، ذهنخوانی، امر کردن و تعریف و تمجیدهای ناکارآمد، سرزنش کردن و انکار احساسات دور کنید. کودک باید درک کند که شما با او همدلی می کنید و احساسات و افکار او را درک می کنید. فرزند شما نیاز دارد که احساسات و خواسته های مهمش را بر زبان بیاورد. اگر والد ارتباط خوبی با کودک در طول روند گفتگو داشته باشد و سعی کند یک شنونده بدون قضاوت باشد، کودک کم کم به والد خود اعتماد می کند و به مرور روابط عمیق و ایمنی شکل می گیرد. بیشتر کودکان در افکار و نگرش‌های خود انعطاف از خود نشان نمی دهند. این سخت بودن و انعطاف ناپذیری موجب می شود که توانایی حل مسائل، انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر و همکاری گروهی در کودک کاهش یابد. و این امر بسیار مهم است که در افکار و نگرش‌های غیر قابل انعطاف کودک تغییراتی ایجاد شود. برای این کار به کودک خود آموزش دهید که احساسات انسان تابع افکار اوست. برای شروع کار بهتر است که کودک با احساسات خود آشنا شود و اگر سن کودک کم است بهتر است این کار به کمک تصویر انجام شود. به طور مثال از استیکرها و چهره‌هایی که خشم، ناراحتی، خوشحالی و ترس را نشان می‌دهد استفاده کنید و از کودک بخواهید که بگوید چه زمان این احساس را تجربه می‌کند و علت این احساسات منفی را بیان کند. خودارزیابی و خودنظارتی از جمله شیوه‌های مؤثر در بهبود عملکرد است. از کودک بخواهید فعالیت‌ها و کارهای مثبتی را که در طول روز انجام می‌دهد بنویسد و داخل جعبه بیاندازد و در پایان روز همه نوشته‌ها را با هم بخوانید و در مورد آنها صحبت کنید. در ادامه می توانید با کمک کودک ویژگی‌های مثبت او را برشمارید و به کودک یادآوری کنیم که او ارزشمند است و تمامی افراد دارای ویژگی‌های مثبت و منفی هستند و در کنار این ویژگی‌ها و خصوصیات سعی در بهبود شخصیت و رفتار خود دارند. راه‌های مؤثر برای درمان لجبازی کودکان. تکنیک پاداش. پاداش نتیجه یک رفتار خاص و مثبت است. پاداش می‌تواند شامل وقت اضافی، فعالیت خاص یا شیء مورد علاقه کودک باشد. کودکان با دریافت پاداش متوجه می‌شوند که والدین از رفتار آنان خوشحال هستند و این امر آنان را تشویق می‌کند که به رفتار خود ادامه دهند. برای اینکه یک پاداش مؤثر و کارآمد باشد، باید نکات زیر را رعایت کرد. 1. پاداش باید در حین رفتار یا بلافاصله بعد از آن داده شود. 2. هنگام پاداش دادن به توصیف رفتاری که منجر به دریافت پاداش شده بپردازید. 3. در هنگام پاداش دادن از کلمات تشویقی و مثبت استفاده کنید. 4. به کودکان توضیح دهید که چه می توانند بکنند تا پاداش دریافت کنند. تکنیک نادیده گرفتن.
بهتر است وقتی کودک شروع به لجبازی می کند خیلی خونسرد و بی توجه باشید. بی‌اعتنایی باید تا زمانی که کودک رفتار نامناسب را از خود نشان می دهد ادامه داشته باشد. نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی باید به این صورت باشد که 1. ارتباط چشمی و غیر کلامی با کودک قطع شود. 2. تماس کلامی نداشته باشید. 3. تماس فیزیکی نداشته باشید. و 4. اگر کودک همچنان جیغ و داد می کند، محیط را ترک کنید و به کارهای خود رسیدگی کنید. مستقل بار آوردن کودک. والد آگاه طوری با کودک رفتار می کند که او بتواند کارهای روزمره خود را به طور مستقل انجام دهد و به جای تذکر و پند و اندرز کودک را راهنمایی و هدایت می کند. برنامه ریزی روزانه. وقتی کودک لجبازی می کند، آرام و محکم برخورد کنید. داشتن برنامه ریزی روزانه برای کودک باعث می شود که کودک با نظم و برنامه پیش برود و خواسته و قوانین خانه و خانواده را بشناسد. در نوشتن برنامه روزانه از نظرات خود کودک نیز استفاده کنید. کودکان در اموری که از آنها نظر گرفته می شود احساس مسئولیت کرده و سعی می کنند که تا حد امکان مسئولیت کار و نظر خود را به عنوان فردی که مورد توجه قرار گرفته انجام دهند. سعی کنید برای هر روز از شب قبل با کمک خود کودک برنامه بنویسید و آن را روی در اتاق نصب کنید. برنامه ریزی روزانه باید متناسب با توان و سطح جسمی و ذهنی کودک باشد و محیط خانه و قوانین قابل انعطاف و شاد باشد. چند گزینه در اختیار او قرار دهید. کودکان دارای ذهنیت مستقل هستند و دوست ندارند که همیشه والدین در مورد کارها و وظایفشان به آنها تذکر بدهند. بهتر است 2 یا 3 گزینه پیشنهادی در اختیار کودک قرار دهید و از کودک بخواهید یکی از آنها را انتخاب کند تا هم اعتماد به نفس کودک را تقویت کرده و هم به او نشان دهید که نظر و عقایدش مهم است. به کودک خود احترام بگذارید. به احساسات و عواطف کودک احترام بگذارید و او را بپذیرید. همه افراد از شنیدن حرف زور ناراحت می‌شوند و سعی می‌کنند نسبت به حرف زور واکنش نشان دهند. بهتر است به جای گفتن حرف زور به کودک، سعی کنید قوانین را با کمک کودک آماده کنید و از نظرات کودک استفاده کنید. قاطعیت در عین مهربانی. بسیاری از والدین قاطعیت را با سختگیری اشتباه می‌گیرند. سختگیری در مقابل کودکان تأثیر منفی می‌گذارد و سبب تغییر ذهنیت کودک نسبت به والدین و دور شدن از آنها می‌شود. اما قاطعیت یعنی اینکه کودک بداند باید قوانین را رعایت کند، در غیر این صورت شما آزرده می‌شوید. برای کنترل و کاهش لجبازی کودکان بهتر است که خواسته‌های منطقی و معقول کودک با مهربانی و عطوفت برآورده شود تا کودک نیازی به خواهش و نق زدن برای رسیدن به خواسته‌هایش را نداشته باشد. والدین باید آگاه باشند که با بردباری و صبوری میتوان اکثر رفتارهای ناهنجار کودک را کنترل و اصلاح کرد. والدینی که از مراحل رشد کودک آگاه هستند و سعی در بهبود روابط خود و کودک دارند، تلاش می‌کنند با شناسایی ویژگی‌ها و خصوصیات کودک خود برخورد صحیح و متناسب با رفتار او را داشته باشند و کودک را نسبت به رفتار خود آگاه و مسئول بار آورند. یادداشت‌گذاری یا بیان کردن ویژگی‌های مثبت و رفتارهای پسندیده فرزندتان موجب تشویق و دلگرمی او و افزایش رفتارهای مثبت می‌شود. اختلال اضطراب جدایی. اضطراب پدیده‌ای است که در حد خفیف آن در همه انسان‌ها ضروری است و اگر وجود نداشته باشد ممکن است که فرد دچار مشکل شود. کودکان در دوران رشد و تکامل انواع مختلفی از اضطراب را تجربه می کنند.
مانند اضطراب از مواجه شدن با غریبه‌ها یا مکان‌های جدید، اضطراب از آسیب دیدن خود یا اطرافیان. اختلال اضطراب جدایی یکی از اختلالات شایع دوران کودکی است که ممکن است در برهه‌های زمانی مانند زمان جدایی کودک از والدین یا در شروع سن مدرسه خود را بیشتر نشان دهد. اضطراب جدایی در کودکان بین سنین 12 تا 18 ماهگی رخ می‌دهد. کودکان در سنین 18 ماهگی تا 3 سالگی میل به استقلال دارند، اما گاهی با جدا شدن از والدین دچار ترس و اضطراب می‌شوند. اضطراب جدایی اگر توسط والدین به شیوه صحیح مدیریت شود، در 3 سالگی برطرف می شود. در صورتی که این اضطراب در سنین 5 تا 7 سالگی، یعنی دوران پیش دبستانی و دبستان مشاهده شود، به عنوان اختلال اضطراب جدایی تلقی شده و نیازمند درمان است. معمولاً کودکی که دچار این اختلال است، به هنگام جدایی دچار تهوع، سردرد، دلدرد و غیره می شود. این کودکان معمولاً هیچ جا بدون عامل وابستگی نمی روند و هنگام جدایی شدت این اضطراب با سطح رشدی و سن تقویمی کودک نامتناسب است. برای تشخیص این اختلال باید حداقل به مدت 4 هفته 3 تا از علائم زیر در کودک مشاهده شود. 1. نگرانی بسیار زیاد نسبت به سلامتی و مرگ افرادی که به آنها دلبستگی زیادی دارد. 2. نسبت به گم شدن و ربوده شدن یا تصادف نگرانی دارند. 3. از بیرون رفتن ترس دارند و تا حد ممکن این کار را نمی کنند. 4. از تنها ماندن در خانه امتناع می کنند و به والدین خود بیوقفه می چسبند. 5. از تنها خوابیدن اکراه دارند. اختلال اضطراب جدایی میتواند ناشی از احساس ناامنی در کودک باشد که از جمله دلایل بروز آن میتوان به عامل ژنتیک اشاره کرد. کودک ممکن است به لحاظ ژنتیکی خلق و خوی حساسی داشته باشد و یکی دیگر از عوامل اضطرابی دلبستگی ناایمن است که منجر به اضطراب جدایی می شود. والدین کودک در زمان نوزادی هرچه بیشتر در کنار او باشند و نیازهای او را پاسخ دهند، وابستگی ایمن‌تری در کودک شکل می‌گیرد. اضطراب جدایی حالت یادگیری مشاهده‌ای نیز دارد، به این معنا که اگر یک کودک دچار این اختلال باشد و به هنگام جدایی از والد دچار اضطراب شود، کودکی که او را مشاهده می‌کند نیز ممکن است دچار این علائم شود. کشف اضطراب جدایی. در ابتدا باید سعی کنید تا آرام و بدون استرس باشید، زیرا اضطراب و استرس شما به فرزندتان منتقل می شود. معمولاً کودکان با حیوانات همزادپنداری بهتری دارند و می توانند ترس‌ها و احساسات خود را از زبان حیوانات بیان کنند. پس برای این کار از کودکتان بخواهید یک خرگوش نقاشی کند و بالای سر آن ابر فکری بکشد و از کودک بپرسید که این خرگوش چه احساس و فکری دارد. یکی دیگر از راه‌های کشف اضطراب کودکان استفاده از استیکرهای احساسات است. تا زمانی که احساسات کودک بیان نشود، رفتار کودک تغییری نمی کند. پس بهتر است به کودک آموزش دهیم که ترس‌ها خوب هستند، اما اگر زیاد باشند زندگی فرد را دچار اختلال و مشکل می کنند. به طور مثال برای اینکه بخوایم از خیابان عبور کنیم باید ترسی در حد طبیعی داشته باشیم، اما اگر خیلی بترسیم دیگر نمیتوانیم از خیابان عبور کنیم. در مرحله اول آموزش احساسات چندین استیکر در حالتهای مختلف احساسات به کودک نشان دهید و از او بخواهید که بگوید چه زمانی کدام یک از این احساسات را دارد و چرا. در مرحله بعدی احساسات کودک را ارزش گذاری می کنیم. بهتر است به کودک خود نگویید چه چیزی خوب یا بد است، بلکه برای ارزش گذاری از خود کودک کمک بخواهید. به طور مثال در مورد کودکی که با رفتن به مدرسه دچار اضطراب می شود، می توان نظرش را در مورد مزایا و معایب مدرسه پرسید و چند تا از ویژگی های مثبت و منفی آن را یادداشت کرد تا با این کار کودک بتواند ارزش گذاری کرده و تصمیم بگیرد. درمان اضطراب جدایی. در درمان اضطراب جدایی نکات زیر حائز اهمیت است.
1. سعی کنید در هنگام جدایی از کودک خداحافظی کشدار و طولانی نداشته باشید. سری کودک را ببوسید و خداحافظی کنید. 2. زیر قولتان نزنید. به طور مثال اگر به کودک قول داده اید که 1 ساعت دیگر برمیگردید، سعی کنید که به قول خود عمل کنید. 3. کودک را یک دفعه رها نکنید و حتما قبل از ترک کودک با او خداحافظی کنید. 4. به فرزندتان فنون ریلکسیشن و آرامسازی را آموزش دهید. از او بخواهید روی سطح صافی دراز کشیده و به منظره زیبایی فکر کند و به آرامی هوا را تا 5 شماره وارد ریه ها کند و 4 شماره آن را حبس کند و در طی 5 شماره هوا را آرام خارج کند. با کمک این روش علائم فیزیکی اضطراب کاهش می‌یابد. 5. فیلم ها و برنامه هایی که باعث تشدید ترس و اضطراب در کودک می‌شوند را حذف کنید. 6. هیچگاه برای جدایی از کودک به او باج ندهید. باج دادن باعث می شود که کودک هر بار موقع بیرون رفتن یا جدا شدن از شما انتظار پاداش داشته باشد. 7. فعالیت‌های فیزیکی و ورزش باعث کاهش استرس و اضطراب شده، پس در اولین فرصت ورزش را جزو برنامه جدایی ناپذیر زندگی خود و کودکتان قرار دهید. 8. از برنامه‌های آموزشی فشرده خودداری کنید و بیشتر زمان کودک را به بازی‌های مناسب اختصاص دهید. 9. با کودک خود در مواجهه با شرایط اضطرابی ابراز همدلی کنید و درباره شرایط دشواری که برای او پیش می‌آید نظر خود را بدهید. حساسیت زدایی برای اضطراب جدایی در مدرسه. برای درمان کودکانی که دچار اختلال اضطراب جدایی شدند، در ابتدا والدینی که کودک احساس وابستگی بیشتری به او دارد، بهتر است 1 روز کامل را در مدرسه بماند، اما دائم در دیدرس کودک نباشد. یعنی هر بار که کودک سر کلاس دچار اضطراب شد، میتواند از معلم اجازه بگیرد و مادرش را خارج از کلاس ببیند و فوری به کلاس برگردد. در روز دوم حضور کودک در مدرسه، والد میتواند 2 ساعت حضور داشته باشد، به این صورت که در ابتدای ساعت کلاس 1 ساعت در مدرسه بماند و در انتهای کلاس نیز قبل از اینکه کلاس تمام شود، از 1 ساعت قبل در مدرسه حضور یابد. در روز سوم والد میتواند 1 وسیله شخصی که همراه خود دارد، مثل کیف را برای اطمینان خاطر کودک به بازگشت والد به او بسپارد و بگوید که من به خانه میروم و تا 2 ساعت دیگر به دنبال تو میآیم. برای روز 4 یا 5 کم کم زمان حضور والد در مدرسه کاهش می‌یابد تا جایی که فقط نیم ساعت اول کلاس و نیم ساعت آخر را والد در مدرسه میماند. از مدیر و معلم مدرسه بخواهید در صورت لزوم و تشدید اضطراب کودک با شما تماس بگیرند. اگر مراحل به خوبی پیش برود و اجرا شود، معمولاً طی 1 یا 2 هفته از شدت اضطراب کودک کاسته می شود. در نظر داشته باشید کودک شما به طور ناگهانی تغییر نمی کند، پس تلاش‌های کوچک او را تشویق کنید. بازی درمانی. 1. بازی جابجا کردن وسایل و پیدا کردن. 2. بازی قایم موشک. برای انجام بازی قایم موشک در خانه ابتدا مادر چشم می‌گذارد و کودک پنهان می‌شود و دفعه بعد کودک چشم می‌گذارد. در ابتدا جاهای ساده و در دسترس کودک پنهان شوید تا کودک دچار استرس نشود. کم کم که مدتی از بازی گذشت، محل‌های سخت‌تری را برای پنهان شدن انتخاب کنید و اجازه دهید کودک دنبالتان بگردد و زمانی که شما را پیدا کرد، با هیجان و شادی او را تشویق کنید. ترس در کودکان از مسائل و مشکلات شایعی است که والدین با آن روبرو هستند. ترس یک واکنش عاطفی، هیجانی و فیزیکی است که هر انسانی هنگام روبرو شدن با خطر احساس امنیت خود را از دست می‌دهد و دچار ترس می‌شود. این واکنش عاطفی کاملا طبیعی است و از بد به تولد دیده می‌شود. ترس زمانی که خیلی شدید نباشد و باعث پرهیز از خطر برای کودک شود سودمند است.
ترس‌ها در صورتی غیر طبیعی هستند که به صورت دائمی و به مدت طولانی در یک کودک باقی بمانند یا ذهن کودک را به خود مشغول کنند و باعث اختلال در فعالیت‌های روزانه کودک شوند. ترس کودکان در سنین مختلف. مسئله سن عامل مهمی در ترس کودکان است و کودکان در سنین مختلف ترس‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند و معمولاً با بالا رفتن سن کودکان شمار ترس‌های آنان کاهش می‌یابد و میزان و شدت آن در 3 تا 11 سالگی افزایش پیدا می‌کند. عامل جنسیت نیز در ترس کودکان مؤثر است. مثلا دختران نسبت به پسران ترس بیشتری را نشان می‌دهند. علل ترس در سنین مختلف. بدو تولد تا 6 ماهگی. کودک از صداهای بلند و نداشتن مراقب می‌ترسد. 6 ماهگی تا 1 سالگی. ترس از غریبه‌ها. 1 سالگی تا 18 ماهگی. ترس از جدایی. 2 تا 4 سالگی. ترس از حیوانات، اتاق خالی و صدای بلند. در سن 5 سالگی ترس از صدمه دیدن و اشخاص بد. سن 5 تا 8 سالگی از هیولا، روح و جادوگر و رویاهای ترسناک می‌ترسند. کودکان در سن 8 تا 12 سالگی ترس از امتحان و مدرسه و آسیب را دارند. در سن 13 تا 16 سالگی ترس از آسیب‌های اجتماعی. عوامل ایجاد کننده ترس. سرمنشأ ترس کودک از اینکه معقول یا نامعقول باشد باید در تجارب او جستجو شود. از جمله علل اساسی ایجاد ترس در کودکان از این قرارند: 1. عدم پرورش کافی قدرت درک کودک در مورد ارتباط زمان و مکان. 2. تجربه ها و خاطرات ناگوار کودک. 3. انتظارات و توقعات افراطی و نامتناسب والدین از کودک. 4. تهدید کردن کودک. 5. الگوی نامناسب کودک، مثال خود والد ترسو باشد. 6. سختگیر بودن والدین کمالگرا. 7. مواجهه با افراد خشن و بیگانه. 8. تأثیر برخی فیلم‌ها و کارتون‌ها. علائم ترس. ترس دائمی کودک به هر علتی که باشد اثر نامطلوبی بر جسم و روان او می‌گذارد. کودکان ترسو غالباً گوشه‌گیر، خجالتی و وابسته هستند. از جمله علائم مهم ترس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: گرفتگی، خشکی دهان، لکنت زبان، سرگیجه، دلشوره، ناخن جویدن، تهوع، تعریق شدید، از دست دادن کنترل ادرار، تپش قلب، جیغ کشیدن، لرزش اندام، چسبیدن به والد یا منبع امن و الگوی پنهان شدن. درمان ترس. در ابتدا تمامی موارد ترس کودک را استخراج کنید و به ترتیب اولویت و شدت ترس آن را طبقه بندی کنید. از ترسی که کمترین شدت را دارد شروع به درمان کنید. از کودک بخواهید با دادن عدد از 1 تا 10 شدت ترس خود را بگوید. رفتارهای جسورانه کودک را تقویت کنید. به خاطر ترسش او را مسخره یا تهدید یا سرزنش نکنید. از گفتن جملاتی چون تو بزرگ شدی، خجالت بکش، خودداری کنید. سرمشق و الگوی مناسبی برای کودک خود باشید. حساسیت زدایی منظم. برای اینکه کودک بتواند بر ترس خود غلبه کند، به جز روبرو شدن با آن چاره دیگری ندارد. اما این کار باید به تدریج و قدم به قدم انجام گیرد. هرچه ترس شدیدتر باشد، باید مواجهه با آن آهسته تر و تدریجی تر باشد. به طور مثال، برای کودکی که از سوسک می ترسد، در ابتدا به او بگویید چند بار اسم سوسک را بگوید. در مرحله دوم از کودک می خواهیم که تصویر سوسک را در مجله یا روزنامه پیدا کند و برش بزند. در مرحله سوم از او می خواهیم یک نقاشی از سوسک بکشد. در مرحله چهارم به همراه کودک در فاصله 4 یا 5 متری سوسک را مشاهده می کنیم و کم کم فاصله را کمتر می کنیم.
بهتر است برای هر مرحله چند روز صبر کنیم و با کمک بازی درمانی، نقاشی و قصه درمانی حساسیت کودک را کم کم کاهش دهیم. اختلال خواب. بیخوابی عدم توانایی در خواب رفتن یا خواب ماندن در شب است و در نتیجه خواب ناآرام به وجود می آورد. اختلال خواب در کودکان انواع مختلفی دارد و شامل بدخوابی و بیخوابی کودک، کابوس در خواب، وحشت شبانه و اختلال راه رفتن می باشد. از جمله علل اختلال خواب در کودکان می توان به فیزیولوژیک فرد، مشکلات اضطرابی و خانوادگی اشاره کرد. اگر این اتفاق بیش از 3 بار در هفته و حداقل برای 3 ماه ادامه یابد، می توان آن را به عنوان اختلال خواب در نظر گرفت. میزان خواب کودکان در طول شبانه روز. نوزادان 2 تا 12 ماهه به 12 تا 16 ساعت خواب در طول شبانه روز نیاز دارند. کودکان نوپا حدود 1 تا 2 سال به 11 تا 14 ساعت و کودکان 3 تا 5 سال به 10 تا 13 ساعت خواب نیاز دارند. کودکان 6 تا 12 سال 9 تا 12 ساعت خواب و نوجوانان 13 تا 18 ساله به 8 ساعت خواب در طول شبانه روز نیاز دارند. کابوس. وقتی بچه‌ها به سن پیش دبستانی یعنی 3 تا 6 سالگی میرسند، ترس از تاریکی در آنها شکل میگیرد، چرا که در این سن ترس‌های طبیعی ایجاد میشوند و تخیل کودکان بسیار فعال است. تعریف کابوس. کابوس رویایی بد است که معمولاً شامل خطر یا تهدید است. این رویاها ممکن است در مورد یک وضعیت ترسناک یا شامل موضوعاتی ترسناک مثل تصاویر و چهره هیولا، ارواح، حیوانات و یا افراد بد باشد و موضوعاتی مشترک مثل از دست دادن، کنترل، ترس از آسیب را شامل می شود. در وحشت شبانه کودک به سختی از خواب بیدار می شود و معمولاً خوابهایی را که دیده به یاد نمی آورد، اما در کابوس سریعاً بیدار شده و می تواند آنچه را که دیده تعریف کند. کابوس خوابهای وحشتناکی هستند که در هنگام خواب اتفاق می افتند و می توانند کودک را از خواب بیدار کرده و احساس وحشت و تهدید و ترس را به او القا کنند و خوابیدن دوباره را برای کودک دشوار کنند. بر اساس DSM-5 کابوس یک رویای ترسناک است که فرد بر اثر دیدن آن از خواب می پرد. این خوابها در 1/3 آخر شب رخ می دهند، یعنی حدود ساعت 3 یا 4 یا 5 صبح. فردی که بر اثر کابوس از خواب بیدار شده کاملا آنچه را دیده به یاد می آورد و هوشیار است و فرد به قدری از کابوس خود ترسیده که دیگر قادر به خوابیدن نیست. علت کابوس شبانه. بر اساس نظریه فروید مغز انسان دارای 3 قسمت است: هوشیار، ناهوشیار و نیمه هوشیار. در طول روز فرد اتفاقات مختلفی را تجربه می کند و گاهی دچار استرس و اضطراب می شود. مغز این هشدارها را دریافت می کند و آنها را به قسمت ناهوشیار مغز منتقل می کند و فرد هنگامی که به خواب می رود این ترس ها و استرس ها را مشاهده کرده و دچار ترس و کابوس شبانه می شود. پس کابوس ها، استرس ها و ترس هایی هستند که در ضمیر ناهوشیار فرد انباشته شده و در خواب بروز پیدا می کنند. پس اگر بخواهیم کابوس دیدن را در کودک از بین ببریم، باید محتویات ناهوشیار کودک را به سطح هوشیار برسانیم. از علل کابوس شبانه در کودکان میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1. شروع مدرسه. 2. رفتن به یک محله جدید. 3. طلاق یا ازدواج مجدد والدین. 4. عوامل ژنتیکی و روانی. 5. اختلاف‌ها و استرس‌هایی که کودک در طول روز تجربه می‌کند. درمان کابوس شبانه. برای اینکه کودک را برای خوابیدن آماده کنیم، باید مراسم خواب برای کودک تدارک ببینیم. حدوداً 30 تا 40 دقیقه قبل از اینکه کودک بخواهد بخوابد، والدین باید کودک را آماده کنند. به طور مثال، قبل از خواب کودک باید از خوردن و آشامیدن بپرهیزد.
سعی کنید 1 یا 2 ساعت قبل از خواب کودک از دادن مایعات به او خودداری کنید. کودک را برای مسواک زدن همراهی کنید. بهتر است کودک لباس مخصوص به خواب داشته باشد. هر شب یکی از والدین برای کودک قصه آرام بخش بخوانند. از شب خواب با نور آبی برای ایجاد آرامش و روشنایی اتاق کودک استفاده کنید. بعد از اتمام قصه کمی کنار کودک باشید و بعد از اتاق کودک خارج شوید. مراسم خواب باعث ایجاد چرخه مناسب در خوابیدن کودک می شود و کم کم به بهتر خوابیدن کودک و خواب با کیفیت کودک کمک می کند. چند گام مؤثر در درمان کابوس. در گام اول درمان، والدین باید به کودک گوش کنند و ترس‌ها و رفتارهای او را سرزنش و تمسخر نکنند. اگر کودکتان ترسیده، به او آرامش و اطمینان دهید که مراقبش هستید و او در محل امنی قرار دارد. گام دوم، والدین باید به کودک آموزش دهند که اگر کابوس دید، بهتر است که برای اینکه استرس‌ها و ترس‌هایش به سطح هوشیار برسد، هر آنچه دیده را نقاشی کند. گام سوم، والد نقاشی ترسناک کودک را به کمک کودک تبدیل به شکل خنده‌دار یا زیبا می کند. یکی دیگر از روش‌های درمانی برای کابوس‌ها این است که می‌توان از خمیر بازی کمک گرفت و از کودک خواست تا کابوس را با خمیر بازی درست کند و بعد با کمک والدین یک داستان خنده‌دار برای آن تعریف کند. گام چهارم، سعی کنید هر شب برای کودک قصه بخوانید و از قصه هایی با مضمون شجاعت و دلاوری استفاده کنید تا کودک بتواند با تخیل خود با شخصیت داستان همزاد پنداری کند. گام پنجم، برای کاهش ترس کودک در هنگام خواب می توانید با حضور حیوان خانگی حتی یک ماهی کوچک به کودک آرامش دهید. والدین همچنین باید برنامه‌ها و بازی‌هایی که کودک از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کند را کنترل کنند و از دیدن برنامه‌های ترسناک و خشن خودداری کنند. وحشت زدگی در خواب. وحشت شبانه حالتی است که کودک هنگام خواب عمیق ناگهان دچار اضطراب می‌شود و بیدار شدن از این خواب عمیق برای او مشکل است. وحشت‌های شبانه به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتند و اغلب با صدای گریه و فریاد شروع می‌شوند. این حمله‌ها معمولاً با گذشت 10 تا 15 دقیقه حل و فصل می‌شوند، اما گاهی می‌توانند بیشتر از این مدت دوام بیاورند. والدین می‌توانند کودکان خود را بعد از دیدن یک کابوس آرام کنند، اما اگر کودک دچار وحشت شبانه شده باشد، تلاش برای آرام کردن او بیفایده است. این اختلال معمولاً بین سنین 3 تا 5 سال شایع است و تفاوت بارز وحشت شبانه با کابوس در این است که در حملات وحشت شبانه گریه‌های شدید و مکرر، ترس شدید در خواب به همراه دشواری در بیدار کردن کودک دیده می شود. علائم وحشت شبانه. علائم وحشت خواب. ناگهان از خواب می پرند و در تخت خواب می نشینند و فریاد می زنند. دومین علامت تنفس سریع و ضربان قلب سریع است. سومین علامت عرق کردن. علامت چهارم در کودکان کوبیدن دست و پا به تخت است. و علامت دیگر حالت ناراحتی و پریشانی دارند و ممکن است اشیا را به اطراف پرتاب کنند. این حمله ها معمولاً با گذشت 10 تا 15 دقیقه برطرف می شوند. عوامل ایجاد وحشت خواب. از علل ایجاد کننده این اختلال می توان به موارد زیر اشاره کرد: عوامل ارثی و ژنتیکی، محرومیت از خواب، مصرف داروهایی که روی سیستم اعصاب تأثیر می‌گذارند، داروهای بیهوشی، خوابیدن کودک در مکانی جدید. این اختلال معمولاً حدود 90 دقیقه بعد از به خواب رفتن کودک اتفاق می‌افتد. در این حالت کودک کاملاً گیج و سردرگم است و نسبت به هیچ محرکی پاسخگو نیست. درمان این اختلال: زمانی که کودک با اختلال کابوس مواجه می شود، والدین باید در مورد خواب کودک با او صحبت می کردند و سعی می کردند که کودک اطلاعات ضمیر ناهوشیار را به سطح هوشیار آورد.
اما در اختلال وحشت شبانه والدین نباید در مورد اتفاقاتی که افتاده با کودک صحبت کنند، چون کودک خواب بوده و متوجه رفتار و حرکات خود نشده است. والدین باید سعی کنند استرس و اضطراب را در کودکان کاهش دهند تا به وحشت شبانه دچار نشود. تکنیکی برای درمان وحشت شبانه. از کودک می‌خواهیم روی تخت دراز بکشد و برای مدت 5 ثانیه بدنش را صفر کند و 5 ثانیه در همان حالت بماند و 5 ثانیه بدنش را شل و رها کند. این تکنیک را 4 تا 5 بار تکرار می‌کنیم. والدین باید چند شب کودک را مورد بررسی قرار دهند و توجه داشته باشند که معمولاً کودک چه زمانی در طی خواب دچار وحشت شبانه می شود. پس با توجه به زمان تقریبی به دست آمده سعی کنند 15 دقیقه قبل از اینکه کودک دچار وحشت شبانه شود او را 5 دقیقه بیدار نگه داشته و از تخت خارج کنند. این الگو را برای مدت 21 شب 15 دقیقه به زمان وقوع وحشت شبانه تکرار کنند تا چرخه خواب کودک دوباره تنظیم شود. خوابگردی در کودکان بسیار شایع‌تر از بزرگسالان است و تا نوجوانی این مشکل خود به خود رفع می شود. این مشکل تا حدودی ارثی می باشد. والدینی که در کودکی به آن مبتلا بودند احتمالاً فرزندانی با این ویژگی خواهند داشت. معمولاً در اختلال خوابگردی فرد بعد از بیداری متوجه اختلال خود نبوده و چیزی از آن را به یاد نمی آورد. بازه سنی این اختلال 4 تا 8 سالگی می باشد. از جمله علل ایجاد کننده خوابگردی در کودکان: کمبود خواب، خستگی، برنامه خواب نامنظم، بیماری یا تب، مصرف برخی از داروها، استرس، تهدید کودک به ترک کردن، خانواده آشفته و پرتعارض، فرزند طلاق و یا فوت یکی از والدین است. کودک خوابگرد ممکن است نشانه‌هایی از قبیل زیر را داشته باشد. حرف زدن در خواب. کودک خوابگرد ممکن است نشانه‌هایی از قبیل زیر را داشته باشد. 1. حرف زدن در خواب. 2. سخت بیدار شدن به طوری که بیدار کردن آنها دشوار است. 3. پاسخ ندادن به پرسش‌هایی که از او می‌پرسند. 4. نشستن در رخت خواب. 5. حرکات ناشیانه و بی‌هوا. 6. در حالت خوابگردی معمولاً چشمانشان باز است ولی دید آنها مانند زمان بیداری نیست و حتی ممکن است بتوانند از پله بالا و پایین بروند. کودکان در این حالت ترکیبی از رفتارهای خواب و بیداری را دارند. خوابگردی به خودی خود خطرناک نیست، اما کارهایی که کودک ممکن است در طول خواب انجام دهد خطرناک هستند. درمان: کودک را چند شب تحت نظر بگیرید و زمان تقریبی خوابگردی او را پیدا کنید و به مدت 21 شب 15 دقیقه قبل از زمان تقریبی احتمال وقوع خوابگردی او را بیدار کنید. سعی کنید کودک را 5 دقیقه هوشیار نگه دارید و دوباره بخوابانید. هیچگاه به کودک نگویید که او را به خاطر خوابگردی بیدار کرده اید. محیط اطراف کودک را ایمن نگه دارید و هر گونه شیء خطرناک را از محیط خواب او دور کنید. تمام درها و پنجره‌های خانه را قفل نگه دارید. در ساعات پایانی شب از دادن قهوه و خوراکی‌های کافئین‌دار بپرهیزید. میزان مصرف آب و مایعات را در پایان شب برای کودکان کاهش دهید. قبل از خواب برای کودک قصه بخوانید و یا موسیقی آرام بخش پخش کنید. دندان قروچه. دندان قروچه عبارت است از عادت ساییدن دندانها. دندان قروچه مداوم ممکن است باعث ساییدگی و یا ترک دندانها شود. علل دندان قروچه: از عوامل ایجاد کننده دندان قروچه میتوان به استرس، فشار عصبی، خشم، استرس امتحان، جر و بحث والدین، دیدن فیلم یا بازی‌های خشن و ترسناک، مصرف نامناسب داروها، وجود آلرژی و داشتن انگل روده اشاره کرد. درمان:
برای آرامش عضلات کودک او را ماساژ دهید. دقت کنید که کودک آب کافی بنوشد. در هنگام خواب از محافظ دندان استفاده کنید. سعی کنید استرس کودک را کاهش دهید. درمان: برای آرامش عضلات کودک بدن او را ماساژ دهید. دقت کنید که کودک آب کافی بنوشد. در هنگام خواب از محافظ دندان استفاده کنید. سعی کنید استرس کودک را کاهش دهید و بیشتر با کودک خود وقت بگذرانید. معمولاً والدین کمالگرا بر اساس فشار عصبی و گاهی توقعات نابجای خود فرزندان مستعد به دندان قروچه دارند. پس باید سیستم فرزندپروری و نوع برخورد والد با کودک تغییر پیدا کند. وسواس: اختلال وسواس در کودکان یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ریشه وراثتی و خانوادگی داشته و به اشکال مختلف دیده می شود. وسواس به صورت یک سری اعمال یا تصاویر ذهنی قالبی تکراری است که در آن فرد افکار خاصی را به طور مکرر تجربه می کند یا نیاز به انجام مکرر اعمال خاصی را احساس می کند تا حدی که باعث پریشانی یا اختلال در عملکرد عمومی فرد می شود. وسواس‌ها ترس‌هایی هستند که کودک مبتلا به OCD دارد و نمی‌تواند به آنها فکر نکند. آنها ممکن است بدانند که افکارشان منطقی نیست، اما هنوز نگران افکار خود هستند و نمی‌توانند در مقابل این افکار مقاومت کنند. به طور کلی وسواس فکری در کودکان نوعی از رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری بوده که در اثر اشتغال ذهنی کودک به افکار آزاردهنده و ناخواسته پدیدار می‌گردد. بررسی‌های بالینی نشان داده که شیوع این اختلال در پسران 2 برابر دختران است. در اختلال وسواس فکری در کودکان، اضطراب کودک به اندازه‌ای افزایش یافته که کودک احساس می‌کند باید در برابر فکر یا تصویر که در ذهن نقش بسته است فوراً دست به عمل شده و دائما آن را تکرار نماید. کودک مبتلا به اختلال وسواس باطناً دوست ندارد رفتار تکراری انجام دهد، اما در اثر افزایش سطح اضطراب کودک حس می کند که برای خنثی کردن این حس ناخوشایند راه گریزی جز انجام رفتار و کار تکراری ندارد. تا کنون علت دقیق و روشنی برای وسواس کشف نشده، اما عوامل مختلفی چون وراثت، نقص در کارکرد سیستم عصبی، آشفتگی خلقی و کمبود سروتونین در مغز میتواند از عوامل ایجاد کننده وسواس باشد. علائم بارز وسواس کودکان: وسواس شایع دوران کودکی تقارن است. مثلا کودک سعی می کند قد تمام مدادهایش یک اندازه باشد یا تمام نقاشیش را با خط کش می کشد. از جمله وسواس‌های شایع دوران کودکی می توان به شستن و تمیزکاری و ترس از آلودگی، تکرار کردن، مرتب کردن، افکار کفرآمیز درباره خدا و پیامبر، کندن مو، نگرانی از آسیب به دیگران، نگرانی از مرگ، احساس گناه، چک کردن‌های مکرر و شمارش اشاره کرد. اقدامات درمانی قبل از وسواس: اصلاح سیستم. وسواس کاملا پایه ژنتیکی دارد. همه ما به نوعی وسواس را داریم، اما فقط 2% آن را نشان می‌دهند. این 2% کسانی هستند که محیط مثل والدین روی فعال شدن وسواس او تأثیر گذاشته. مثال والدینی که یک نظام ارزشی درست می کنند که اگر کودک در این چارچوب جای داشت کودک خوب است، اگر کودک خلاف مقررات حرکت کرد کودک بدی نامیده می شود، پس کودک خودش را مجبور می کند تا مطابق سیستم والدین پیش برود. پس اولین کار در درمان وسواس حذف سیستم ارزشگذاری است. به طور مثال کودک را مجبور نکنید به شیوهی که شما دوست دارید لباس بپوشد یا غذا بخورد یا اتاقش را مرتب کند. راهکارهای درمانی وسواس در کودکان: درمان وسواس فکری در کودکان فرایندی طولانی و زمانبر می باشد. به همین علت برای رسیدن به موفقیت در این فرایند نیاز است که والدین در تمام مدت حامی و پشتیبان کودک باشند. یکی از مؤلفه‌های حیاتی درمان مواجه سازی به همراه پیشگیری از پاسخ است.
در ابتدا با کودک صحبت کرده و از او می‌خواهیم یکی از رفتارهایش را شرح دهد. در ادامه از کودک می‌خواهیم که یک نقاشی از پدر و مادر خود را بکشد و گوشه دیگر کاغذ خود را بکشد. با کمک نقاشی به کودک توضیح می‌دهیم و می‌گوییم ببین عزیزم، این تویی، اینم والدینت هستند. یک سری کارها را تو انجام می‌دهی و ممکن است آنها ناراحت شوند و یک سری کارها را آنها انجام می‌دهند، ممکن است تو ناراحت شوی. خب، حالا توضیح بده والدین چه کاری می‌کنند که تو ناراحت می‌شوی و تو چه کارهایی می‌کنی که والدین ناراحت می‌شوند. پس در درمان وسواس به کودک مستقیم نمیگوییم که تو وسواس داری، بلکه شرایطی ایجاد میکنیم تا خودش توضیح بدهد که علت چه بوده است. مثال، کودک میگوید که من زیاد دستم را میشویم و والدینم ناراحت میشوند و باز میپرسیم خب روزهای اول از این کار لذت میبردی؟ آیا حالا هم لذت میبری؟ قاعدتاً جواب کودک منفی خواهد بود. پس در ابتدا باید دید و شناخت و آگاهی از اعمال را به کودک بدهیم تا متوجه شود که اعمال و افکارش باعث اختلال در زندگی او شده. در ادامه به کودک می‌آموزیم که اگر از این به بعد افکار و اعمال تکراری به سراغش آمد، همان موقع یک نقاشی از رفتارش بکشد و به سطل زباله بیاندازد. با این کار افکار سیاه درون ذهن کودک به سطل زباله می روند و جایشان را به افکار سفید و رنگی رنگی می دهند. به کودک می گوییم حالا می توانی یک جدول بکشی و هر چند بار که موفق شدی افکار زشت و سیاه را به سطل زباله بیاندازی، داخل جدول یک علامت تیک بزنی. یکی دیگر از تمرین‌ها برای کاهش وسواس. فردی که دچار وسواس شده به هنگام هجوم افکار وسواسی دچار علائم اضطرابی همچون تپش قلب، دمای بدن، خشکی گلو، بیقراری، گرگرفتگی و تعریق می شود و برای کاهش این علامتها و آرامش اعمال وسواسی انجام می دهد. حال برای اینکه به فرد کمک کنیم این رابطه شرطی سازی را از بین ببرد، به او میگوییم هرگاه دچار این علائم شدی، قبل از اینکه کار تکراری را انجام بدهی، روی زمین دراز بکش و 3 تا 5 بار تنفس دیافراگمی را انجام بده. بعد از انجام این کار میتوانی کار تکراریت را انجام دهی. ما با این شیوه بین علائم فیزیولوژیکی بدن و کار تکراری جدایی می‌اندازیم تا چرخه این اعمال و افکار شکسته شود و کودک متوجه شود که انجام این رفتار ربطی به علائم ندارد. بازی درمانی. شنبازی باعث می شود کودک بتواند انرژی خود را تخلیه کند و برای پرورش خلاقیت و سازگاری کودکان بسیار مفید است. یکی دیگر از بازی‌های مفید در درمان وسواس کودکان گلبازی است. این دو بازی سبب افزایش سازگاری و سازندگی در کودک شده و تنش‌ها و افکار اضطرابی کودک را کاهش می دهد. خشم و پرخاشگری. خشم احساسی طبیعی و سالم است، اما درک تفاوت میان احساس خشم و رفتارهای پرخاشگرانه مهم و ضروری است. خشم جرقه‌های آتشین در مغز است که به دنبال احساسات ناخوشایند و به عنوان پاسخ دفاعی آنی در ما بروز می‌کند. خشم جزئی از غریزه ما برای مقابله با تهدیدات، رقابت برای دستیابی به منابع است. خشم با پرخاشگری متفاوت است. خشم یک هیجان مانند سایر هیجانات است که میتواند هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی داشته باشد و پرخاشگری در واقع بعد منفی خشم و رفتار حاصل از خشم مهار نشده است. هدف پرخاشگری صدمه زدن است که ممکن است به صورت کلامی یا جسمی باشد. پرخاشگری یک واکنش رفتاری است که در افراد خشمگینی که ترسو و ضعیف بوده و احساس ناامنی می‌کنند دیده می‌شود. آنها هنگام مواجهه با ناکامی خویشتن را در خطر انهدام می‌یابند و احساس خطر انهدام حتی اگر یک خطر واقعی نباشد افراد را به سوی پرخاشگری سوق می‌دهد.
در صورتی که خشم به طور صحیح مدیریت شود، به ما انرژی می‌دهد تا در جهت رسیدن به اهدافمان فعالیت کنیم. خشم در صورتی که متعادل باشد، به کنترل اوضاع کمک می‌کند و به ما شجاعت می‌بخشد تا با قاطعیت خواسته‌های خود را ابراز و دیگران را از دیدگاه خود آگاه کنیم. ولی در صورتی که درست مدیریت نشود، منجر به پرخاشگری و ایجاد مشکلات می‌شود. علل خشونت و پرخاشگری. 1. الگوپذیری کودکان از والدین. چنانچه والدین خلق و خوی عصبانی و پرخاشگر داشته باشند، مسلماً فرزندشان نیز پرخاشگر خواهد شد. از آنجا که کودکان با والدین همانندسازی می‌کنند، بنابراین بسیاری از رفتارهای پدر و مادر ناخودآگاه توسط فرزندان فرا گرفته می‌شود. 2. تأثیر ناکامی بر پرخاشگری کودکان. زمانی که کودک به هدفش نرسد و دچار ناکامی شود، یکی از رفتارهایی که از او سر می‌زند پرخاشگری است. 3. تأثیر اضطراب بر پرخاشگری کودکان. کودکان مضطرب نمی‌توانند به موقع رفتار خود را کنترل کنند. 4. کودکان اغلب فاقد مهارت‌های زبانی کامل و لازم برای گفتگو در خصوص مسائلی هستند که از نظرشان اهمیت بالایی دارد. 5. تأثیر مدرسه و گروه همسالان. 6. تأثیر تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای به خصوص پسرها از این طریق رفتار پرخاشگرانه را می‌آموزند. و 7. تأثیر بیماری‌ها و عوارض برخی داروها بر پرخاشگری. روش‌های کنترل خشم و پرخاشگری. بهتر است به کودک تنفس دیافراگمی را آموزش بدهیم تا در زمانی که دچار خشم و پرخاشگری شد، نفس عمیق کشیده و از 1 تا 10 بشمارد. خوردن 1 لیوان آب خنک می‌تواند مؤثر باشد. و یکی دیگر از راهکارها ترک مکان و گفتن جملات مثبت به خود است. انجام رفتارهای جایگزین مثل خطی کردن کاغذ یا ضربه زدن به کیسه بوکس یا بالش میتواند مؤثر باشد. پس از اینکه فرزندتان آرام شد، رفتار مناسب را در او تقویت کنید و از او به خاطر کنترل خشمش قدردانی کنید. به کودک آموزش دهید که عصبانی شدن اشکالی ندارد، اما کتک زدن دیگران ممنوع است. الگوی خوبی برای کودک خود باشید. به زبان آوردن احساسات را به کودک بیاموزید و درباره احساسات مختلف با او صحبت کنید. زمانی که در حضور کودکان عصبانیت خود را نشان دادید، مسئولیت رفتار خود را بپذیرید و معذرت خواهی کنید. یکی دیگر از روش‌ها برای عصبانیت قانون داشته باشید. قوانین خانه را با کمک کودک بنویسید و در قسمتی از خانه بچسبانید. رفتارهایی مثل فحش، توهین و کتک زدن ممنوع است. و مورد دیگر، مهارت ابراز خشم و بیان احساسات را به کودک بیاموزید. به او بگویید اگر این بار عصبانی شدی، می‌توانی با من حرف بزنی یا آن را نقاشی کنی. و در آخر سعی کنیم از کودکان راهکار بگیریم. بازی درمانی. چراغ راهنمایی. استفاده از چراغ راهنما برای مدیریت خشم. با کمک کودک چراغ راهنمایی را نقاشی کرده و به او بگویید هر وقت عصبانی شویم صورتمان قرمز می شود و شبیه چراغ قرمز راهنمایی رانندگی است که باید بایستیم و حرکت نکنیم. وقتی کمی آرامتر شدی چراغ زرد می شود و با احتیاط حرکت می کنیم. وقتی آرام شدیم سبز می شود و می توانیم حرکت کنیم. تکنیک دیگر، بادکنک خشم. زمانی که کودک خشمگین شده است، به او بادکنک ضخیمی می دهیم تا آن را باد کند و سر آن را گره می زنیم و سپس از او می خواهیم که بادکنک را با دستش آنقدر فشار دهد تا بترکد.
بچه‌ها از صدای بادکنک می‌ترسند. برای آرام کردن آنها تنفس دیافراگمی را انجام می‌دهیم. کودکان با این بازی یاد می‌گیرند که عدم کنترل خشم چه عواقبی دارد و تلاش می‌کنند که با کمک تنفس دیافراگمی آن را کنترل و کاهش دهند. و یکی دیگر از تکنیک‌های مناسب برای کنترل خشم پاره کردن کاغذ است. از کودک می‌خواهیم هر طور که دوست دارد روزنامه را پاره کند و با سر و صدا و فریاد آن را پخش کند و در انتها کودک باید تمام کاغذها را جمع کند. ناخن جویدن. ناخن جویدن یکی از عادات غلط در کودکان و نوجوانان و گاهی بزرگسالان است که علاوه بر ایجاد ظاهر نامناسب ناخن باعث ایجاد بیماری گوارشی نیز می شود. ناخن جویدن اختلال شایع بین سنین 3 تا 12 سالگی است که در دختران شایع تر از پسران است. ناخن‌ها حساس‌ترین منطقه پوستی بدن هستند که نوک انگشتان را از آسیب فیزیکی و حرارتی حفظ می‌کنند. ناخن جویدن عملی است که کودک برای پایین آوردن فشار درونی خود به کار می‌برد، مثل زمان عصبانیت، زمان امتحان یا دیدن فیلم‌های ترسناک و یا اختلالات روانی، بیماری‌های مغزی، عقب ماندگی‌های ذهنی و نداشتن یکی از حواس 5گانه اصلی مثل نابینا یا ناشنوا بودن. عوارض ناخن جویدن. از عوارض ناخن جویدن میتوان به ظاهر زشت ناخن‌ها اشاره کرد. زمانی که کودک ناخن‌هایش را می‌جود، ممکن است باکتری‌ها و میکروب‌های مضر روی دست وارد دهان و معده او شده و باعث عفونت دهان، لثه یا مشکلات گوارشی شود. یکی دیگر از عوارض ناخن جویدن خراب شدن دندانها و به خصوص دندانهای جلویی است که ممکن است شکسته یا ترک خورده شوند و گاهی باعث ایجاد بیماری لثه یا تبخال می شود. در صورت قورت دادن ناخن‌های کنده شده احتمال رخداد بیماری‌های گوارشی نیز وجود دارد. از دیگر عوارض ناخن جویدن ایجاد فاصله بین دندانها و ایجاد مشکلات فکی که گاهی مشکلات فکی باعث می شود تا فرد نتواند خوب حروف را تلفظ کند و دچار لکنت زبان شود. علل ناخن جویدن. از جمله علل ناخن جویدن می توان به موارد زیر اشاره کرد: فشارهای عصبی و استرس، ترس و دلهره، هیجان پذیری بیش از حد، احساس حقارت، احساس ناامنی، سرزنش کردن بیش از حد کودک توسط والدین کمالگرا، تضادهای فکری، امتحانات و تماشای فیلم‌های ترسناک و تقلید از دیگران اشاره کرد. درمان اختلال ناخن جویدن. در ابتدا باید سبک فرزندپروری والدین مورد بررسی قرار گیرد. والدین کمالگرا با ایجاد استرس و فشارهای عصبی و روانی بر کودک باعث ایجاد اختلال ناخن جویدن در کودکان می‌شوند. پس در ابتدا باید فضای عاطفی خانواده را بالا برده و فضایی شاد و امن برای کودک ایجاد کرد. سعی کنید همواره رفتار مثبت کودک را تشویق کرده و برای رفتارهای منفی با کمک کودک راهکار بدهید. از سرزنش کردن بپرهیزید و کودک را با دیگران مقایسه نکنید. روش درمان. ممکن است درمان این اختلال 3 یا 4 هفته طول بکشد. تکنیک اول: در ابتدا باید تکنیک دور کردن دست را به کودک آموزش دهیم و هر وقت کودک موفق به انجام این تکنیک شد، از درون قوطی پر از لوبیا 1 لوبیا داخل قوطی خالی بیاندازد. پس هرگاه کودک مشغول ناخن جویدن شد، دستش را به اندازه کافی بکشد و از بدن دور کند و تا 8 شماره بشمارد و بعد از شمارش 1 لوبیا از داخل قوطی پر از لوبیا به داخل قوطی خالی بیاندازد. هرگاه کودک به خود کنترلی برسد، در پایان روز لوبیاها را می شماریم و در انتها به کودک ستاره تشویقی می دهیم تا در جدول تشویقی بچسباند. تکنیک دوم: کودک را به آگاهی از این وضعیت برسانید.
مثلا از او بخواهید نقاشی 2 دست را بکشد و یکی را زشت و دیگری را زیبا کند. تکنیک سوم، پرت کردن حواس کودک. برای این کار می توانید وسیله کوچکی در اختیار کودک بگذارید، مثل یک تکه خمیربازی یا توپ کوچک یا هر وسیله دیگری که کودک به آن علاقه داشته باشد تا در صورت تمایل به ناخن جویدن با آن شی بازی کند و حواسش پرت شود. تکنیک چهارم، بین خود و کودکتان کلمه رمز انتخاب کنید. مثلا اسم یکی از شخصیت‌های کارتونی که کودک دوست دارد و به او بگویید هر وقت دستت به سمت دهانت رفت و تو حواست نبود، من اسم این شخصیت را بلند میگویم و تو دست از این کار بردار و دستت را از بدنت فاصله بده.